سلام دوستان و یه آموزش دیگه از کانال آموزش ماینکرافت در خدمتتون هستم. داخل این آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطوری بمب آبی رنگ بیارید. خب میایم اینجا، من مپم فعال کنم، همچنین زمین صاف رو من انتخاب میکنم. خب اینجا یک گزینه‌ای هست، میایم با یک گزینه‌ای هست به نام مواد شیمیایی. این گزینه باید فعال کنید تا مواد شیمیایی براتون بیاد. با این مواد شیمیایی کارهای زیادی میشه کرد. الان با همین مواد شیمیایی ما میتونیم براتون بمب بسازیم. خب دوستان، من ویدیو رو متوقف کردم تا بازی برامون بیاد. خب نگاه کنید، الان ما بیایم داخل این قسمت، یک گزینه برامون اضافه شده به نام مواد شیمیایی. این گزینه رو میگم که قبل از این نبود. الان روی این من بزنم ببینید این گزینه ها برام اضافه شده. خب الان ما با هیچ کدوم از اینا کار نداریم به جز Na یا همون سدیم. خب Na همون سدیم، فلز سدیمه. خب وارد این بحثا نمیشیم. من میخوام آموزش رو براتون بذارم. خود TNT رو لازم داریم که رنگش هم قرمزه و همچنین این جعبه که اسمش هم هست کرفتینگ تیبل. خب همه مواد مورد نیاز ماست. الان این جعبه رو میذاریم اینجا، واردش میشیم. TNT رو میذاریم در این قسمت، سدیم رو میذاریم این وسط. الان میبینید که به ما بمب آبی رنگ داد. بذارید من چند تا بردارم، شما میتونید 64 تا بردارید. من همین چند تا رو برداشتم. خب نگاه کنید، یه دونه میذارم اینجا، ببینید چه شکلی هن. رنگشون آبی رنگ تقریبا. الان صبر کنید تا من نگاه کنید، الان مثل همون هم منفجر میشن. بله همونطور که دیدین منفجر میشن. البته این بلوک هایی که منفجر نشدن این آخر، اینا بلوک های آهنن و این بلوک ها اصلا منفجر نمیشن. بله دوستان، این اتفاق میفته. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما رو لایک کنید، دنبال کنید، نظراتتون مهمه. تا یک آموزش دیگه از کانال آموزش ماینکرافت، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.